برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای امروز سه‌شنبه 21 ایول. همه به پیشواز پرزیدنت در قصر ورزش. آیا زنانی که امروز راهروی مجموعه نوی ورزشی را صابونشوی می کنند فردا امکانی تمرین در ورزشگاه نو را خواهند داشت؟ شکایت از دیودره. یک گروه ساکنان ناحیه ورزاب از تخریب شدن منزل‌های نوساخت شکایت دارند. مقامات میگویند آنها غیر قانونی خانه ساختند. لیکن گفتند که اون عریضه و اون قرارایی که رئیس جماعت پیشتر کردگه ما همه وای بیکار میکنیم میگن. وزارت معارف و علم میگوید برای گذاشتن به تحصیل توسط اینترنت آماده است، اما خوانندگان در مناطق تلفن هوشمند و پلنشت و نوتبوک ندارند. که در مناطق کوهستانی کشور نه همه کودکان با سمارتفون ها، با پلنشت ها، با نوتبوک های شخصی تامین هستند. امروز در شهر دوشنبه قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی گشوده شد. در این مراسم پرزیدنت امام علی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امام علی شرکت داشتند. گفته می شود این مرکز یکی از کلانترین انشاءات ورزشی در تاجیکستان بوده. از حساب مبلغ‌های بودجت شهر دوشنبه در میدان 10 گکتار بنیاد شده است. خبرنگاران رادیو آزادی در رسم افتتاح این مرکز ورزشی راه نیافتند و در نشرهای بعدی با شرایط و امکانات آن شما را آشنا می‌سازیم. اما در عموم چنین مرکزهای ورزش که در دوشنبه و شهرهای دیگری مملکت بنیاد شدند برای عامه وسیع بنابر گران بودن حق استفاده دسترس نیستند. نرخ یک روزه اکواپارک ها در دوشنبه و اطراف آن از 70 تا 120 سامانی است. حق استفاده از تالارهای ورزشی با حوزه شناوری 800-900 سامانی برای یک ماه می باشد. این است که ساکنان عادی شهر از جمله این زنان راهرو که تا آمدن رئیس جمهور راهروی این مجموعه ورزشی را صابونشوی می کردند گمان است خود یا فرزندانشان توانند اینجا تمرین کنند. گروهی از ساکنان موضع دیودره ناحیه ورزاب کنار دوشنبه از تخریب شدن خانه‌های نو ساختشان به رادیو آزادی شکایت کردند. میگویند با صد زحمت برای خود بینای زیست میساختند و اکنون مقامات آن را تخریب دارند. مقامات میگویند ساکنان خودسرانه در زمین چراگاه خانه ساختند. با وجود این تنها خانه‌هایی که هنوز بامپوش نشدند تخریب می شود. موضوع تقسیم زمین برای بنیاد منزل در تاجیکستان با رشوه‌خوری و خلافکاری ها همراه است و سالهاست از مشکلات داغ باقی میماند. گزارشی همکارانم اسکندری فیروز و برات یوسفی از دیودره. یک گروه از ساکنان دهه دیودره ناحیه ورزاب ادعا دارند که مقامات منزل‌های نیمه‌ساخت آنها را غیر قانونی نامیده و تعدادی را هم تخریب کرده‌اند. آنها میگویند در حالی که اجازه ساختمان در قطعه زمین در این منطقه را قبلا از سوی رئیس جماعت سابق عینی ناحیه ورزاب دریافت کردند. خانه ما من حاضر شده حجت میکنیم گفتن لیکن نکردن. خیلی اون پیشتر رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاهاش من گرفتگی و من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا. لیکن گفتن که اون عریضه و اون قرارایی که رئیس جماعت پیشتر کردگه ما همه وای بیکار میکنیم میگن. مقامات تعدادی از ساکنان این دهه را هم هشدار دادند که اسناد منزلشان غیر قانونی و ساخته است، زیرا مسئولان سابق جماعت و مقامات مسئول حق اجازه ساختمان منزل در زمین‌های بیرون از فوند منزل را ندارند. یکی همه حجت هست ما را میگن که چپا میکنن برای چی که کدام وقتی که رئیس کهنگی ما در همین زمین را گرفت وابسته کرد 4 سوتیقی به همه ما داد، عریضه اونا گرفتن، سرتیفیکات قرار لوحیه همه را داد. انا رئیس که بردن محکم کردن ولی کروشون داوداوی دست سود است دیگه جای نمیدونم. رئیس جوش دیگه آدم شگی اومده چپا کرد شده. مسئولان جماعت عینی ناحیه ورزاب میگویند قطعه‌های زمینی که برای حدود 80 منزل استقامتی در دهه دیودره از سوی رئیس سابق جماعت کریم کریموف اجازه داده بود در زمین‌های چراگاه است. با قول آنها رئیس سابق در بیشتر از 8 گکتار زمین چراگاهی بالای دهه دیودره غیر قانونی اجازه ساختمان داده است. در اساس سنجش پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضع‌های چراگاه خودسرانه منزل‌های استقامتی بنیاد نمودند و مطابق اعتراض پروکراتور گنرالی و پروکرور ناحیه ورزاب برای به حالت اوله برگرداندن قطعه‌های زمین. خب
حجت ها انتشار شدن و در اساس همین چیز ما قسمی از بیناهایی که خودسرانا ساخته شده بودن بنا با پررگی هم نیست، همون دیوار و بعضا پای دیوارا را برای به حالت به اوله برگرداندن عملی نمودیم. масъулони ҷамоати айнии ноҳияи варзоб мегӯянд ба сокинони он маҳал борҳо огаҳӣ доданд ки аз идомаи сохтмони ғайриқонунӣ даст кашанд, аммо то ҳол ин корро идома медоданд. дар ин минтақа ягон бинои сохтмонаш пурра анҷомшуда тахриб нашудааст. ҳоло дар баробари Карим Каримов, раиси собиқи ҷамоати айнӣ ва 5 нафари дигар аз мақомоти мухталиф барои иҷозаи сохтмони ғайриқонунӣ дар заминҳои берун аз фонди манзил дар ин минтақа парвандаи ҷиноӣ боз шуда, 4 нафари онҳо пас аз баргардондани пули сокинон авф шуда ва баррасии парвандаи 2 нафар аз ҷумла Карим Каримов дар додгоҳ идома дорад. тоҷикистон ба бунёди бинои нави маҷлиси олӣ ва қароргоҳи ҳукумат дар маркази шаҳри душанбе шурӯъ мекунад. харҷи сохтмони нав аз ҳисоби чин аст. аммо қисме аз сокинони душанбе аз ин таъмиру сохтмонҳо чандон хушнуд нестанд, чун бинои кунунии ҳукумат қароргоҳи пешини ҳизби коммунист ки бо номи сека маъруф аст тахриб мешавад. сокинон мегӯянд ин бино арзиши таърихӣ дорад ва набояд тахриб шавад. амриддин олимов гузориш медиҳад. бунёди бинои нави парлумони тоҷикистон ва ҳукумати кишвар рӯзҳои наздик шурӯъ мешавад. мақомоти тоҷик гуфтанд ки ин ду бинои боҳашамат бо $220 миллион грант ё кӯмаки бебозгашти чин бунёд хоҳад шуд. дар ин бора ҷамшед аҳмадзода, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон хабар дод. мақомот гуфтанд сохтмони биноҳо то 4 сол тӯл хоҳад кашид. 1 миллиард و 500 میلیون یوان و همون وقتشانده 200 دلار رو گرفتن 220 میلیون بود. نه هر دو پارلمان 120 میلیون بینای حکومت 100 میلیون. мақомот гуфтанд бунёди ин биноҳо аз сӯи чиниҳо сурат мегирад ва бар асоси гуфтушуниди дуҷониба 80% кормандони маҳаллӣ ҷалб хоҳанд шуд. бунёди биноҳои нави парлумон ва ҳукумати тоҷикистон дар ҷои бинои собиқи шаҳрдории душанбе ва вазорати кишоварзӣ дар маркази пойтахт сохта мешаванд. баландии бинои асосӣ 49.7 метр бо назардошти гумбаз 70 метрро ташкил медиҳад. бинои ҳозираи парлумони тоҷикистон дар аввали солҳои 50 аз рӯи тарҳи меъмор Стефан Анисимов бунёд шуда ба истилоҳ неоклассисизм аст. қаблан ҷомеаи мадании тоҷикистон дар як нома ба унвони раиси ҷумҳури тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе Рустам Эмомалӣ хоста буданд ки ҳадиақал 10 бинои таърихӣ дар пойтахти кишвар бо шумули чойхонаи роҳат, бинои шаҳрдорӣ, вазорати кишоварзӣ, театри лоҳутӣ, бинои раёсати ҷумҳурӣ ва академияи илмҳои тоҷикистон ҳифз карда шавад. баъзе аз сокинон муаррихон бар зидди вайрон кардани биноҳои қадимӣ ҳастанд ва мегӯянд ҳудуди пойтахт аз ҳисоби заминҳои атроф васеъ карда шавад. аммо мақомот ба ин назаранд ки зарфияти биноҳои кӯҳна кайҳо ба поён расидааст ва бояд дар ҷои онҳо биноҳои бисёр табақа сохта шавад. وزارت معارف و علمی تاجیکستان اعلان کرد که درس‌ها در مکاتب و دانشگاه‌های کشور امسال بروقت‌تر از سنه معمولی 17 اوگوست آغاز می‌یابند، چون بنابر خروج کرونا ویروس در کشور درس‌ها در مکاتب و دانشگاه‌های کشور آغاز ماه می قطع شده، خوانندگان و دانشجویان به تعطیل فرستاده شدند. وزارت میگوید در سال خوانشی نو درس‌ها با شیوه معمولی گذرانیده خواهند شد، اما خوانندگان مکتب و دانشجویان در صنفخانه‌ها با نقاب باید حضور داشته باشند. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. اگر در شرایط سرایت کرونا ویروس خوانندگان مکتب و دانشگاه‌ها با تهدید مواجه شوند، روند تحصیل با نظرداشت تجربه کشورهای دیگر متوقف خواهد شد. وزیر معارف تاجیکستان تاکید می‌کند که هر اقدام در هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا ویروس گرفته خواهد شد. در وزارت معارف میگویند که در تاجیکستان شرایط برای گذریش به تحصیل فاصله‌ای فراهم آورده شده است. به گفته مقامداران نقشه درس‌ها و واسطه‌های تعلیم از جمله درس‌های ویدیویی برای خوانندگان از صنف 1 تا 11 تهیه شدند.
هرچند این مطالب در شبکه‌های اینترنت دسترس خواهند بود، اما مسئولان بیشتر روی تلویزیون تمرکز کردند. ما می‌دانیم که در مناطق کوهستانی کشور نه همه کودکان با سمارتفون‌ها، با پلانشت‌ها، با نوتبوک‌های شخصی تامین هستند که آنها توانند که تحصیلات فاصله‌ای را گرفته باشند. ارشاد سلیمانی یک فعال جامعه شهروندی تاکید می‌کند که وزارت معارف بجز از آغاز تعلیم در مکتب‌ها راه دیگری ندارد. تعلیم فاصلوی در تاجیکستان غیر امکان است چون از 2 حصه اهالی به اینترنت با سرعت و با صفت دسترسی ندارد و چند درس ویدیویی توسط تلویزیون برای تعلیم گرفتن کافی نیست. حتی اگر برای همه مکتب‌ها برنامه یگانه تهیه شود هم برای آموزانیدن خوانندگان صنف 11 مکتب‌ها وقتی افری تلویزیون نمی‌رسد. که وزارت معارف ما دارد فقط منع کردن درس این پتانسیل تکنیکی گذراندن درس فاصله‌ای را ندارد. حتی در مکتب‌های شهر دوشنبه هیچ پتانسیل وجود ندارد. مسئولان وزارت معارف میگویند برنامه تحصیلی فاصلوی برای دانشجویان خصوصا غایبخوان‌ها قبلا آماده شده است. بنابراین در دسترسی به مواد تعلیمی مشکل پیش نخواهد آمد. مشکل دیگری خادمان وزارت معارف بازگردانی ختم کنندگان از خارج بوده است. به قول مقامداران هنوز هم از سبب بسته بودن راه‌ها نزدیک به 1000 دانشجوی نمیتوانند به خانه برگردند. هفته گذشته ما درباره گران شدن گاز مایع در تاجیکستان گزارش داده بودیم، اما اکنون در تاجیکستان ساکنان و رانندگان ماشین ها با کمچینی گاز مواجه شدند. ادامه موضوع در گزارش همکارم امردین اولیموف. یک بار کمچین شدن گاز مایع در نقطه‌های فروش سوزشواری کشور راننده‌ها و استفاده برندگان این نوع سوزشواری را نگران کرده است. آویزه‌های گازنست و بسته بودن اکثر از فروشگاه‌های گاز مایع باعث با آن شده است که راننده‌ها برای پیدا کردن گاز به چند نقطه فروش سوزشواری سر بزنند. حالا باشد همین با نرخ قیمت هم باشد از بعض نقطه‌های فروش گاز را دسترس کردن نمی‌توانیم. فروشنده‌های مواد سوزشواری در تاجیکستان میگویند گران و کمچین شدن گاز مایع در کشور کار دستی آنها نیست، بلکه در خود قزاقستان که صادرکننده اساسی این نوع سوزشواری به تاجیکستان به حساب می‌رود، نرخ گاز مایع گران شده است و با علت زیاد شدن طلبات در داخل خود قزاقستان آنها صادرات گاز را به کشورهای دیگر کمتر کردند. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نهاد تنظیم کننده نرخ در کشور میگویند هرچند در واردات گاز مایع یگان شرکت موقع حکم فرمایی ندارد، آنها برای به تنظیم درآوردن نرخ این نوع سوزشواری دست به کار شدند. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نامگوی مال‌های از نیروی اجتماعی ضروری تصدیق کرده شده است و مواد سوزشواری و گاز مایع در این نامگو وارد شده است. در حالتی از 20% در دوام ماه به اساس بلند برداشتن نرخ سوزشواری یا دیگر که همین در نامگو است، حکومت دخالت میتونه با تنظیم نرخ. بله نه ما از چی رابطه ما پیش از این گفتم که ما الکی نه وابسته که در بازار موقع نداره، ما گروه کاری کردگی سنجش در تمام شرکت‌ها آغاز کردیم. در تمام شرکت‌ها امروز ما سنجش آغاز کردیم. دوام یک ماه یا که 20 روزه ما الکی جنبش میکنیم. مقامات میگویند گاز مایع نسبت به دیگر نوع‌های سوزشواری طلبات زیاد دارد و محض افزایش تقاضا و کم شدن آن سبب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. اما کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب‌های بالاتری نرخ گاز مایع و نوع‌های دیگر سوزشواری در تاجیکستان است. طلبات کشور با گاز مایع در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن بوده است که اساساً از قزاقستان و روسیه وارد می‌شود. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.